که واجه ما منتواریم باز واجه بولا یکی چه فعالانی که وقتی شب و روز وقتی تمام زندگی وقتی تمام فعالیت اشتغلتی بلوچستان واسطه امیده که این واجه ما بکنیم و چه واجه حبیب الله ما درخواست کنم که تشریف بیارید و ما را چه وقتی خبران وقتی گپان سرفراز کردیم جنین زند آزادی پیش هر چیز من درود و سلام گوشم شما درستانه. چه سال 2018 تا این لحظه که من گوشم دیما و اشتاتگان و گپ جنگان من توانم بگوشم که شی منی اولی دیوانیه که فیزیکلی این چو بلوچ نشتگو من تران کنم منی درستین گپا آنلاین بوده چه 2018 تا هنو و منی تقریبا حالاتا که من کجا نه هم کس سفرد نبوده به خاطر این دیوان باز به من ارزشمندین دیوانه یکی همشین که ما اینچو عزیزین بلوچ میده گندگم و عزیزانی که ما را آنلاین چارگایم دومی ایشی که ما بلوچستان جاور باره لوٹی خبر میکنیم انچو که واجه عطاالله پیش چیزی که من توار بکن گوشتی جنین زند آزادی و همچون که این جاگاه هم شما گنده که نوشته یه خبر بلوچستان تها یک موومنتی یک جنبشی هنو چست بوده که این جنبش و این موومنت جنین نام سراپاد یهده یک جنینی عمری کمه بله آیه دلاوری بازه آیه نام ماهو بلوچ من یه باره شرعی سر لطفش میں واسطه دیماتر اکسپلین بکنم ولی من چون ضرورت گندگم با توجه شی که بعضی چمشمه عزیزانی که ادا هستن چه هر سیم بلوچستان چه یحتگن و مزنی زندی هم عمری هم آیان در ملکی تا گوازنتر بلکه لحتی چه چیزانی که بلوچستان تا این مدت تا گوازتگن بلکه میسش بده آیان پش کپتگن شما نالج ضرور چه من اینگا گیشتره ولی لازمه که یک بریف مشمارا خلاصه وار چه پشتا چی گوسته مغربی بلوچستان تا تخنم یحتگی رستگی و مسئله چی بلوچستان جاور چی ملو چی گوشه گانه چی لوته گانه ایشی باره من تحتی اکسپلین کنم بچاره دیزا 94 سال و 4 ماهی هنو که بلوچستان بلوچ دستان نه مغربی بلوچستان گجر دستان و گجر کبزه چیران 94 سال و 4 ماه این مدت تها 4 بادشاهی هست 2 داینستی هست پهلوی داینستی جمهوری اسلامی داینستی اشان ما هر 4 اینا پادشاه بشون بچه که نامشان بدلین توتی جمهوری اسلامی دوره تها ولی فقیه کشن ولی پادشاهی مقامی تو پایین و این دسته چرا هر ارگانیزیشن هستن درو باید آیانی واسطه جواب بده ما یک سالان انتها 94 سال و 4 ماه انتها بلوچ حال جاور می مغربی بلوچستان تا روچ پر روچ بدتر و بدتر بوده اولی شاهی که یحته که بلوچستان قبضه کنک بود سال 1397
1928 میلادی آیه مین کاری که آیه مدت تو که کد بلوچ سردارانی پروش کرد. بچه دوره تا بلوچ حساب کتاب سرداری بود که نظام دوست محمد خان جد کشت، اعدام بود، تهران تو کش برد. جمعه خان اسماعیل زهیش که رنچ آیه قیامی کو علیه پهلویا آیش یک جد بعد شیراز تا آیه اگزایل تبعید کنک بود. رنچ آیه بعد کوهک نیمگا بلوچ سردارانی که هستن آیا چطور؟ باقی هرچی هستی این اولی پهلوی دوره تا آیا وقتی قبضه بلوچستان سر محکم کنه گایسته و درستی بلوچانی که در دین بلوچستان شانش جتا. دوره یت محمد رضا خان پهلوی. محمد رضا خان پهلوی دوره تا بلوچ نشنالیسم چست بود. آیا بلوچ نشنالیسمی که آیا بلوچ گوشه که خب من بلوچ سرزمین کپته دگران دسته و مارجنگم بندگم نو حرکت آزادی خواهانه چست بود. یه دوره تا آیا بلوچ نشنالیسم خلافه و جنگ خلافه باز جنگ کرده. ما همین اندازه هم به ما شما درست هم معلومه که ذوالفقار علی بوتوی دوره 1973 تا 1978 که جنگانی که ادار رستم به زنجوشان و خیربخشمری و جان گو پاکستان حکومت گوما یه دوره تا ایران گورنمنت ها محمد رضا خان پهلوی فول سپورت گورنمنت پاکستان داد که ایشان مردمان گون تیاره که نوکی چه آمریکای آیان گفته گیتن و پاکستان از لحاظ نظامی چو درد نهد که ایرانه چایی کمک لوٹد آیا بلوچ نشنالیسم خلافت ترسید گوشی که چیز بگاین می خطری پا ما و پا ای جنگ واسطه آنی مگه شدو مردمی کشتن گوشن که این واقعی تا بین 5000 آمار دیندن تا 9000 و لحظه تا 10000 هم گوشن هرچی هسته این آمار ها که بلوچ کشک بوده و آیه تا اینوال بوده پکا و پورا محمد رضا خان پهلوی ایران شاه. و دومی کاری که محمد رضا خان پهلوی شما بچارید شان دوره تا اکنومی و اقتصاد برای ایران سر باز کار ولی بلوچستان توتالی چه اکنومی دور کنه و چه اتحاد سیاسی هم دور کنه و هر پنک منطقه چانی بلوچش وقت مبادگار کنه بجنش. یعنی ما اولی دوره پهلویه چون بچاره سردارانش میجتن دومی دوره هم نشنالیسم دیمش کرد هم به اکانومی دیمش کرد تو اتحادی حالا من چه آیا خب حکومت پروشت خمینی دوره جمهوری اسلامی دوره که ما آیا هم یک ولی فقیه گوشم یک پادشاهی زانونی خمینی دوره تاها هم بلوچ نشنالیسم خلاف جنگ بود هم بلوچ اقتصاد و اکانومی و اتحاد خلاف جنگ بود و هم مذهب مثلا هم ادکان ظاهر بود. بچی بلوچان سنی مذهب تا و گورنمنتی که نوکی ایران تا یه تگه شیعه مذهبیت نه آیا شیعه گوشتی که سنی می خلافم می دشمنم آن کتابان تو که باز یعنی موضوعش جون تو تگه که بگوشنده شانچی اکستریمیسته و تسکیم تندروی مردم تا همین لحاظا ایشان مذهب خلافه هم وقتی بلوچ سرا جنگ گیش کو همین خاطر بلوچ سیچویشن سک حرام یعنی اگر هم بلوچ نشنالیسم مردمی هم نه حد کم که مذهبی مردمیت آیش هم جتن تو گار بودن تو کشتنش باقی دور یاد خامنه ای شما بچارید هر استپ بای استپ وضعیت بدتر گویان بلوچستان دانه خامنه ای دور کیتی هم بلوچ نشنالیسم خلافه جنگ بی و هم اقتصاد و اکانومیک و هم اتحاد بلوچانی که سیچویشن که هستن و آین خلافه هم جنگ بی هم مذهب خلافه جنگ بی و هم یک نوکی پالیسییتی که آی زمین پچگرگی بلوچستانه خامنه ای دوره هنوز 33 سال که خامنه ای حکومت سرا ایران تا این 33 سالان تا خامنه ای 4 دانه پرزیدنت یحتا گوسته شده هنو پنجمی یحتا رسته و این هر پرزیدنتی که یحتا بچه خامنه ای برزای پرزیدنت جهلای هر دوری که یحتا شما گنده که پرا هم آیا تا یک نوکی استراتژیشان بوده که کدام کدام یه استراتژی دیما رفتگن و هنو چه سیچویشنی تو که یحتا گنسته که سکی خطرناکینی که ما بود رسون اولی می رئیس جمهوری که چه خامنه ای دوره تا گوشنتی رفسنجانی معمار انقلاب نام دیگه بود تگه رفسنجانی
خمینی ها چرند مستری مردم هست رفسنجانی خامنه ای بوده بادشاه خود برزه ولی فقیه خود نندنتی رفسنجانی بودی ریاست جمهوری دوره خامنه ای جواب بو نهد هنچو مقامی برزه در خامنه ای رنده سپاه طریقه و اختلافات بشان که رفسنجانی سوسکو هرچی هست رفسنجانی دوره تها بلوچستان خلافه قاسم سلیمانی دیمده بود پیش چه خامنه ای دوره یعنی خمینی دوره تو که ایران جنگت گو مسئله داخلی وتی کسانی که مخالف حکومت علیه آن جنگش تا خامنه‌ای دستی مثلا یک انفجاری تو که چه دست داد بعد جنگ ایران و عراق پیش یاد 8 سال بودن گلایشتن 8 چند سال مثلا با ای معمار کنه ای حل کنه تو مشغول تن یعنی خمینی دوره تهاشون باز مثلا نرسید که بلوچستان سرا بازین نوکی پرابلم مشکلی هم حل بکنن اما خامنه‌ای دوره تا که مثلا خلاصن نو فکر شانه گشته بلوچستان سر یایگان قاسم سلیمانی اولین مردمی که بلوچستان تها ورود کرد همین معروفین قاسم سلیمانی 41 سال الله لشکر فرمانده هنگی ما آی کرمان تها 41 سال الله بیس کرمان تها قاسم سلیمانی جند کرمان مردم کرمان لچتا گم بلوچستان و همه پروینس یا استان این که لچتا گم بلوچستان قاسم سلیمانی یکی بلوچستان تا اولا چه بلوچستانی همین هنوگی نامش که گشانتی که جنوب کرمان که بلوچستان زلین یه علاقه تو که پدایت جند بلوچستان مرکزه و بلوچ خلع سلاح کنه گوسته که بلوچ سلاح دسته جنگ خلاص بوده سلاحی بازی بلوچان دستا هم هستیم و پیسر هم چشان بوده که ایشی خطری به ما ممکنه که بلوچ چشان یوز بکنن به هر طریقی علیه ما بکنن قاسم سلیمانی پالیسی شد که ایشان جمع بکنتنو گوتار ببا ایشی تها نسبتا هرچند که کاملا کمپلیت نتونید تگی کار دیما برده ولی اوتی پالیسی دیما برده خاتمی دوره این خاتمی دوره تها نوکی سلسله واری قتل بودن وشانت قتل های زنجیره‌ای ایران تها راه کفا بازی مردمی دوره تها جنگ و کشک بند چه ملک تها جدی مردم که هستن و چه در ملکا کسانی که هستن و ایران مخالفن سیستم یک شان جنگ بند ترور بند و گال کنگ بند که نام باز ایدام ضرورت نه که درست نام گرک بند بعد یه احمدی نژاد دوره تها یک مثلا پالیسی اجرا که تا هنوز کدام آثار گندگان IRGCC یعنی سپاه پاسداران بلوچستان تها جهمنین کنگ بی اولی رنده که سپاه کمپلیتلی می بلوچستان پروینس دیگه بیت سپاه دسته گوشی سکوریتی تیگی تا پیش جایی سپاه و جنگای و عراق و دیگران و تاری درد کتگد از هر لحاظ تا نو اینا کردستانی پیسر همه سیاست اجرا کتگد رنچ کردستان گل دومی جاگایی که دستش داد بلوچستان است سپاه پاسداران یک بلوچستان تها یک پالیسی شروع کو گوشی که ما را درستی یه ترایبی که هستن قبایلی که بلوچه که هستن شان وقت ما پهکانو باید بیاریم گورنمنت گوما اشانا هر پیم که مانتا انوالو بکنیم هر منطقه شوتن بلوچانش پاک سرا دادن تو ایده سرداره تو ایده سرداره تو ایده سرداره و شان تو می مردمه که ایده سرداره و همشان ذریعه سرا بلوچستان سرا شان یک اینفلوئنس یاد کو هر میته تها شان گوک شما مردم بیاره 10 15 مردم 20 مردم ما شان حقوق دین شان سلاح دستش دین این سلاح میگن شما دستاین و شما باید که اما طریقه که ما لوتین شدی ما بره روحانی دوره یاد اصلا روحانی یمی رئیس جمهوره آی دوره تها یک پالیسی نو IRGCC محکمی و تجاگای محکم کته بلوچه جتگنگار کتگن سیاسی و بلوچه جاورانی وتی کنترل تها گرفتگن ایدو کنو تقسیم بلوچستان سیاستی خامنه ای جن اعلام کن و گوشی که بلوچستان یک گنج پنهانی گویی خبری کنگا دستور دیگه بیتن که شما گنجی که هستین یه سرزمین تها بلوچستانه شما این گنجا برید کاملا کمپلیتلی ایران قبضه تها بیارید شما همچون که زانی مشرقی بلوچستان تها هم مزانی که اکانومی لحاظا هر لحاظی چون ویل کنک بودن آیا هیچ انفراستراکچری هیچ پیمی بیسی بنیادی چیزی هر کنک نبوده مینه مگه هنچو بوده که طلاق کنک وضعیت ولی یه دوره تا هم نشون زمین پچ گرگه واسطه و تی خیزی کلگه جریگه زورتش که بیان تی این زمین نه چه بلوچن دستا پچ بگرن نو ایدان شما فقط همین اندازه
حیال بکنید که این دوره تها و رنج ها یک رئیسی دوره تن که رئیسی دوره تها شما اعدامان سک باز با یعنی بلوچا پاهو دینته آن هنگین کنن 85 میلیون نفر ایران جمعیتی 85 میلیون نفر ایران جمعیتی که گوشم بلوچ جمعیت یه زلیتها 5 میلیونه سرزمینش مزنی 85 میلیون اگر 5 میلیون بلوچ ببن که اچو چیزی که آگوشن و هنچو هم معروفه حالا جمع 6 میلیون اپل کار نیستن یک سوم چه مردمانی که کامپلیتلی جمعیت تها شب پاهو دیکن بلوچ اگر چی بلوچ گار کنگ نہیں بلوچ نسل کشی نہیں اور چی نسل کشی نو بلوچانا ای جاور کیا تا یہ سیچویشن کیا تا بلوچانا وشتک پادیا وشتاتا ظلم که باز بی مردم هم سر چیست مردمی که یه تیتی زمین نلوٹی پاچ بگیری تو هم چوتا را دفاعی کن همین زمان تها آرم گروپ هم چیز بودن که یک آرم گروپانی که پادیا تا اکثر همین خامله دوره تها تا ایشان اکثر مذهبی آرم گروپ تا جندالله هست عبدالمالک ریگی که آی جنگا شما اسم ذهن تهایی هم رنچای جیش العدل یا رنچای دیگه گروپان یحتن و لحظه چه گروپان پروشتن لحظه که پاش کفتگن لحظه برحال ادام بودم یه ملکان تهایی هر جاگاه ها به هر شکل یک نوکی موومنتی ثروتی چسکنان کن یک نوکی حرکتی که ما ایشه گوشه سیویل موومنت جنبش مدنی جنبش مدنی بلوچستانه چه 2018 یعنی سال 1396 مگوشه اولی رنداوتی سرچسکو زهرشانی خیابان تها گلیان تها سرکان سرا مردم درختن پیش چایی هم بوده ولی یک فتره کاملشان گار بوده ادام پلان بلوچان تی سرچسکو سال 2018 یک هفتگی بلوچان مزنی زهرشانی کو ایشی همراه هد کو آدگه ایران ایریای تها و دماند گشتر مردمان بلوچانی خواستش لوتش عام طور پر آنی مخالفت کو ایران سیاستان تن که مارا جنگه دار کنه و دومی مسئله که ایتها یحتاج جنینان مسئله پدا همین مدت تها یک ریپورتی یحت و شنگ بو که مولوی طیبا ملازهی پهره تها مسجد نور امام جمعه آیا گوشت که من حال رسته و من باید که ششنگ بکنم که ادام 41 جنین می شهره تها IRGCC مردمان اشانا حیوانان تو که گفته ریپ کتگه ویل کتگه این خبر دریایه یکی چه سببان هست که مروب بلوچان این موومنت تها پادیه دومی سال 2020 هست که اید زهرشانی یک گرانی بنزین تهاشان اکانومی خراب بود تگرد آیان سانکشن یه تگرد آن سرا چه وستر کانتری تبلیغات کشوران سرا ایشان یه تو بنزینش کم که چه کد که وقتی وضعیت بهتر بکنن مردمان سیچویشن سک خرابه ایدان یک مزنی زهرشانی چیست بود که درسته ایران تها یک 10 روزی جمع بود بل بلوچستان تها تا 20 روزی ادامه پیدا بود استپ بای استپ نو موومنت بلوچانی هم گو آیانی جنگانی که بلوچ خلافه کنه آیان هنچو دیما رو بکنی نه رندو سال 2021 کا سپاه پاسدارانی که ما نام گیب که چه پیما یحت منطقی بودی کنترل تها دریارتله IRGCC ها بلوچانا یک نامی هستت پش کبته هیچ کار نی بلوچستانا هیچ پیم فکتوری کارخانه هیچی نیست ارکلک نبوده بلوچ هنچون ما پیسرک باید اس سیچویشن جهد کنک بوده که آیان اکانومی لحاظه اقتصاد لحاظه ضعیف کنک
بلوچ مجبورن که به کار واسطه کجا برن؟ کرمان برن. کرمان می همسایگین. کرمان تا هزاران کارخانه، هزاران نزانو کارگاه و کار و چی هستن که مردم چست من کرمان کار کنن. بچه تو 2 قدم یک کشتر هیچی نیست. پالیسیه نه؟ نو همین خاطره تنها کاری که مردم واسطه پش کفتگه چیه که مشرقی بلوچستان نیمگا گازوئیل قیمت گرانترد یعنی مگه ارزانترد مردم ها چند زورتند مرزا ردش کتند اذا باهایش کتند مردم آنی مگه زورتند آیا هم کار کن یعنی هر دوی نیمگا بلوچه کار کنه کرده چیسته گجر و یکی ما سپاه پاسداران تحریم تمایی سانکشن انصرا هستیم شانی مشکلات باز بوگایم شون گوشن شانی ما این مشکلاتی چه پای ما رفت بکن میتها میوتی سپاهیان تها مردم لحظی چما سنده و جدا بوگایم چما ناراض بوگایم ما اشان هم داشت بود کنیم باید بدار نیست چه پای ما شان بداریم ما شانی حقوق دیگلوتن شانی زر دیگلوتن دیگه هیچ راهشان در نگیر بگیر چه ایشی که بلوچ نان ورگی که هستد آیدی ما ببنده شان یک طرحی یاد یک پروژکت یادش که نامتی طرح رزاق این طرح رزاق درستی گازوئیل کشانی دیمش گرفتن شما را کار اجازت نیسته ذره موت لحظی مردمان دهیم همه مردمانی تا کشان رو بدنتش که وتی همه سپاه مردم تا که بلوچستان تها اشان فهمی گجه را کار کنه گایتا یک کاری که بندک بود بازی بلوچی برحال ایشی سرا پروتستش کد و یک پروتستی مرز سرا بود شمسر مرز سراوانا او که پروتست چس بود یه زهرشانی که بود و را سپاه مردمان سرا تیرگواری کد همین جاگاهی سها 39 نفر مردم کشک و کپی بود ایشی خلاف مردم پادیهتن اولا سراوانا بعدم دوزاپا، خاشا، سربازا، چهبارا درستین شهران تا یه حرکت بدن چیز بود ایشی گشتر آیت ها اکانومی هم هست پیسر مردم آینی دیگه مسائل هم مشکلات عام طور پر هم بودی زهشانی بود نوکی جاور هنوگی حالات تها که ما شما ادن نشتگین گپ جنگانی یک این سیویل موومنتی که ما ایواره هبر کنگانی نشنال موومنتی که هستین یا ما جنبش مدنی که گوشنتین به خاطر هیچ چیز بود که ما را سالان سالین که ما جرگ بودیم، کشک بودیم، بندک بودیم و هنچین پالیسی سیاستی یحته که پالیسی نامی طرح توسعه سواحل مکران که تصرف سواحل بلوچستان ما نامشته که اشی سرا خامنه‌ای و تی درخواست لحاظا پروژه که یحته گوشی که درستی این ساحلی که هستیم بلوچانه چه بندر عباس زله که گفته تا پسابندر که مغربی مشرقی بلوچستان باردارین این پهکی محدوده تها 3 مرحله تها 10 میلیون نفر جمعیت گوشی ادان یاره گل نیندی نگید که اولی استیپ تها 2 میلیون و 500 نفر باید یاره 10 دانک شهر ادا باید ارد ببین نوکی 30 شهری ارد کنگان یک شهری پارسیان نامی و 2-3 دیگه شهران که هنو ایشان بونگیج کتگن که این شهران بندگن ولی ایشان اکانومی ضعیفه شاید اکانومی ضعیفه اکانومی چطور حل بکنیم چاینا شتگن چاینا گورا راشای گورا 2 دانه قرارداد مزنی بندگان گو چاینا و راشای گورا یکی 25 سالگین یکی 20 سالگین که ایشان هم ادام انوالو بگرانتیم و تی هما زر را چوده بگرانتیم و تی پروژکت چدم نو زمین را پچ کردن ما را حال رسگانی که مردمان زمین نانا لوگان بونده گان چون درش کنه گان ما یک حالی من بعد همین نمونه با شما باز خبران باز درازکش نکنم کم که دیامتر ریم شما همین حکی مثال بچاره بلوچی ایشان یک پروژکت یارته مزنی ساحلی کاست حد تها لوٹا اجرای بکنه این جاگاه آو وزانه که اینا لوٹی دیما چیه بی بلوچ سرپد ونه هنه پروژکت رو همانی چنده دستان و پروژه هم دایگ بوده Ministry of Defense داشته وزارت دفاع داشته و بلوچ هم بودم وزارت دفاع داشته ساحل به تیر جنن و در نزدیکش نیلا ایشان یک روستایی همدان هستین چهبار نزدیکی شهری روستایی میتگی بازاری
جنینان ویدیو هستن که سعی کنن گوشی من زمینش لوگش بند داد ماره چه زمینن درک کده شرین پچی گوشی مردمی یحتا یک روی چی کوتگی یارتا کوتگ اوماری کوتگ داتا اوماری یک کاغذی اسپیتی شهور بوده گوشتگی که ادام یه استامپ بجنه ادام بوتی لانکو کا که شما را کوتگ رسید ما کوتگان زورد استامپان جد هفتگی رند یحتا کشی زمینان در کنی شما زمین مارا داتا و همین پالیسی هاشم یک به یک مردمان زمین نپچ کرده ایشی مردمان ذهن دارم ایشی مردمان ذهن تا ناراضتی هر کدام مردمان خشم باز بوده ایشی سبب بوده که همچو که سوشال میدیا هم یحتا مردم سرپدی و حال هم گشتر و گشتر بوان مردمان نو سیویل موومنت در تلوانه آنه مگه مشرقی بلوچستان حالا هم اشکنه دارم که بلوچان چه پیما دیما شده کن که چه یک ماما قدیر گاڑی دستان تی چه کویته چست بیتن راوتن تا اسلام آبادا هن چی حرکتی عرد کن که همه سین جنینانی که بوده گورن یا انتی 50 و 60 و 70 و 80 هزار دانه جمعیتی یا انتی رسنده که درستی شهرانت چست بانتی ایشی هم گنده گانه بلوچ من یعنی بگم تاثیر گرگانه نو مردم همین لحاظ سرا ادا یک واقعی پیشیه که ایشی سبب بی مردم آیا زوران موه دارند و پادی آیا بخاطر درستی مشکلات ها آیا ماهو بلوچ کست ماهو بلوچ کسته مختصر مفید ایشیه که 15 سالگی جنین چوکی چیف پلیس شهوار رئیس فرمانده پلیس شهوار ای جنین چوکا به یک بهانه آیا بارتی و تی کمرای تها آیا ریب یه حالا مولوی عبدالغفار نقشبندی روتن چه نزدیک جوز پرسان که پچه حال شنگه ولی گجر آیا انکار کنه توشی نه یه بر نبیده پچه عزیزان که بلوچه پیسر هم همین جنین مسئله سرا چی چکه مدنی پروتستی کتا برای مولی نقشبندی یه مسئله ظاهر کن و یه مسئله ظاهر بیگا فراخوانان دیگ بانتی بشه چه بار تا در کپی فرانسات تا این مردم چه بار تا در کپن خیابان تا چه بار زهرشانی بونگیج که بانتی تاریخ 28 سپتامبر یعنی ششم مهر ماه 2022 پیش ساله گجر مردمان جنگ تو گار کند و کشید و باز این جوانی چند گرید و می کمالهان چوک که شاعری بلوچه زاندکاری هر کسان شعران شکتا کن منصور بود آئی حکم دیگه بی پاهو اعدامه خاطرشی که همان پروتست تو که پا ماهو بلوچه بحری زورتا بلوچه جاول وستا بلوچه حکه وستا این مسئله باعث بیتن که دوزان به مردمان درو چرند گون فراخانانی که دیگه بی پدام هم بیانتی خیابان تا ولی گجر چه پیسا نو سرپدین که نو بلوچستان درو گیزی منشانی کنترل کنه گویی پیسا من چطور کنترل کنم منشان جتا کشته میدیاشان پیش نداری میدیا بلوچستان پیش نداری بلوچستان بایکوتینگ اکثر تلویزیون که هستن گجران جنده یعنی تلویزیونان ایرانی که هستن مارش پیش نداشته حقی پیمی که ضرورت بوده و ایران همه تأثیری که بوده که گوشتگی که ایشان تروریستن ایشان نزان کاچاکچی هن ایشان سلی مردم هن همشان هم اثر گشته مردم آئی چه کن؟ مردم هم که پروتست و تی بونگیج کنند جمعه رو چه 8 مهر 30 سپتامبر در کپندن نه هنچو که در کپند لحظه دو که دسته کن لحظه دسته چسته کنتن و مرگ بر خامنه ای شعاره دیانتن آیا چنو دا پیسر دیواران سرا وشتاته کن اسنایپر گوه هم وشتاته کن مردمانی نمیگا یک دم تیرگاری بونگیج کنن گویه تیرگاری بونگیج کنه گا مردین
جنینان که هموده مسلح تو که نمازوانه بود تکن کماش هورد مزن درو هموده کشک بود کسانی چوک 10 ساله 11 ساله شی تو که کشک بود جنین مش مات و گوهار ایتا کشک بود پیرمردانی عکس مش هستن کشک بود به هیچ بیرحمی 350 انسان آن لحظه تها درو تریک کنک بند تو کشک بند که تاریخ بلوچستان تها یه جمهوری اسلامی دوره تها ما چشی واقع پیسرا یه سچه تها به یه وضع تها در یک زمانی 1 ساعت و در دمان تها مانده این بیرحمی ها پیشتاری کن اگر من چی مایده وشتاته کن که شما گپ بزنه کن شما یه دیوان تها جمع بوده که به خاطر همه شهیدان به خاطر ماهو بلوچ ماهو بلوچ وشتات و تی حکی پد جد ایرانی تها هم زهرشانی چیز بود تکتن محسا امینی که سر و دا هم یک زهرشانی ها که بونگیج بود تکتن ادام ماهو واسطه مردم پایتن و دا مردمان به محسا امینی واسطه پایتن یک جنینی که آیا به خاطر حجابی که اجباری حجاب بی و همه پلیسی که هستیم پلیس گشت ارشادی گوشن ایران تها آیا جنگ کشند مردم کردستان تا پایی پادیان بلوچستان تا به ماهو پادیان دیگه مراتب هم درستین ایران هم یک به یک مردم چسبوان بلوچستان 8 شهر کامپلیتلی پادیته به ماهوی توار پاد چسکنگا و پی بلوچانی که بودم زاهدان دوزداب تو که شهید بود تکتن پی اشی پادیای که اشا پدا یک دیگه نسل کشی چه خبر خاشی تو که کنانتی 13 آبان تاریخا که پی ایران گارمنت جنده واسطه هم اچی مبارکین روی چی بله همین روی تو که مردم خامنه ای خلافت تظاهرات کنن مرگ بر خامنه ای بشنته و این اولی رندن که ما گنده کنیم که درستی بلوچستان یک دست بی تو پاک بی ایشی تها نشنالی جنین مردین جنین کماش هورد مزن مذهبی غیر مذهبی درستن یک دست من وشی این چوکین جنایتی واسطه مواد دنیا انجام میشه ایدان بلوچ توار چیستی میدیا هم آیا سر فوکس کنه برای همین میدیای فوکس کنه که رند یک نوکی حرکتی هم چیست بی آن حرکت همین نشنال موومنت بلوچان جنده که همین جمعیت تها یه موومنت تها و تا ظاهر کنند پیش دار و تی حق مسئله براندازی کیه یعنی وقتی که مردم یانت دنا باشن تمالوتی حکومت بکپی گوره جست دیه چرا حکومت که بکپی چه حکومتی بی یعنی یه حکومت رندای شما شی بکپی شما ریشیا چرا چیل بده گوره مردمان و تی خبر ظاهر کو ماچشیا و تی حق تعیین سرنوشت بود که مالوتی که سرزمین میوتی دستا ببین مالوتی که اداره می سرزمین جنده دستا ببین این خبر آل دست ایران ناسیونالیستانی که هست آنانو باش نبود همین خاطر مدیای تا جهدش کد اشیش پیش نداشت و جهدش کد تا تونند اشیا مذهبی رنگ و بوی بدن که مردم همچون ما بروان که آنی ما حرکت بکنن مسئله ناسیونالیست و مسئله حق ملی رندام را پچه همین مسئله جن کردستان تها چس بوده کردا هم همه دماند چس کنگان و شان گندگان که این دماند مزن بوه درستی ایران تا آدی ملت هم که چس ببن چون ایران تا بازی نیشنی هسته ملتی هسته نه ایشان که چس ببن ور ایشی به ما بازگران تمامی همین لحظا ما گنده که هنو 6 ماه گوسته 6 ماه گوسته درستی ایران تا زهرشانی وقته تنها جایی که پش کپته که انگه مردم در کپن زیگین رو چون مردم در کپتگن و مردمان و تی شعار چیز کتن و آنی سلوگین چی بوده که سلطنت ولایت 100 سال جنایت مرگ بر این ولایت ایشی مردمان شعار بوده گوشی که ما هم یه بریف هیستوری که مشمار داد که چارین کینگ و سلطان و پادشاهانی که یحتگن ای درستان مردمان نفی بوده گوشی ما نه پهلوی دوره حکومت ما را لوتی و نه مشابه با ای پاینده لوتی و نه ای مذهبی حکومتی که هنو ما را جنگه کشه ما را وتی حق وتی سرزمین حق ما را لوتی و ایشی که ما گندگیم مغربی بلوچستان تها همه پیم که مشرقی بلوچستان تها موومنت یک زمان چیز بود تگه و هنو یحت به یه جاگاه یحت رسته که ما گندگاین مشرقی به مغربی بلوچستان تها هم ما گندگان کشیدی ما رو بگایم و چیز بگایم من باز این دیگه
چیزی دا نوشته ولی من اشیا بریف کنم چه گشته بودی خبرانا دیما نبرم من فقط بلوچ که سیچویشن هم شما واسه اکسپلین بکنم که توضیح بدم که بلوچستان تا چی واسه ما را دیمات اگر جست سوالی کسی بیته ما تونه که آیان هم گشته یه بار گپ بچینه بچه دیگه عزیزان هم دکتر ظفر صاحب هم دانه و نادر صاحب کارزی هم دانه یا عزیزان درست هم اسپیچ واسطه پیدا کن من نلوتم که آیانی هم وعده بگیرم دیگه عزیزان هم هستن که آیا هم راه زودتر به هر شکل من باز منتوارم که شما درستم که منی خبران گوش داشتم منتوارم که واجه الله که ادام گرفته بود ما امید که ما یک روزی اوتی سرزمین آزادی و آبادی بگندیم به سرزمین و بلوچستانی که این چون پراهین سرزمینی یه بلوچ جنده دستا ببیته و بلوچ و بتونن تیم وتی سرنوشت تعیین بکنه ما زانه که هیچ کس که بلوچ بود سرزمین سر لایق تر نه هیچ کس که بلوچ بود سرزمین سر حقدار تر هم نه من